سلام. شاید تا حالا متوجه لکه‌های قهوه‌ای رنگ روی پوستتون شده باشید. آیا دلیلشون رو میدونید؟ این لکه‌ها رو ماده‌ای به نام ملانین شکل میدن. ملانین یک رنگدانه است و از بدن در برابر اشعه فرابنفش محافظت میکنه. پس در واقع به خودی خود این لکه‌ها چیز بدی نیستن، چون از ما محافظت میکنن. ملانین یک آنتی اکسیدان هست و دلیل اصلی این که پدید میاد این هست که آنتی اکسیدان بدن و پوست ما کم شده. برای حل این مشکل باید به طور کلی میزان آنتی اکسیدان رو افزایش داد، یا به صورت موضعی از طریق سرم ویتامین C، آلوورا، عصاره شیرین بیان و حتی ملاتونین که البته با ملانین فرق داره، یا بایستی مصرف آنتی اکسیدان رو از طریق مصرف سبزیجات و سالاد زیاد و مصرف غذای سرشار از روی بالا ببریم. روزه و ورزش هم آنتی اکسیدان ها رو افزایش میدن و میتونن در بلند مدت به از بین رفتن این لکه ها کمک کنن.